این کارمندان راهبران مؤسسه‌های تندرستی از جان ستاد ناحیوی و ولایتی در پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس شخصان مسئول میباشند. در جامعه اومد ستاد ولایتی اوید پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس با از جان ستاد ناحیه واسه که روز 16 ایول دایر گردید معاون رئیس ولایت ختلان سردار ریاست تندرستی ولایت اشتراک نمودند. در برآمدشان آنها تاکید نمودند که با مقصد پیشگیری بیماری کرونا ویروس و دیگر بیماری‌های سرایتی موسمی در این سمت از جانب مؤسسه‌های تندرستی کارمندان طب اولوی بردن کارهای ترغیباتی بین اهالی همه‌روزه بهره‌مانده شده کوچه و راهروها و جایهای سیرآدم منتظم پاککاری کرده شوند. همه‌روزه از طرف ریاست تندرستی مفهوم تجربه دولتی ولایت ما استودی نزد ریاست عمل میکند. اینچنین همه‌روزه از طرف وزارت تندرستی و هیئت اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با اشتراک به واسطه وزیر تندرستی و هیئت اجتماعی جمهوری تاجیکستان محترم جمال الدین عبدالله و معاونان آن همه‌روزه استودهای دائم عمل کننده در نزد وزارت تندرستی گذاشته ایستاده است و ریاست تندرستی در این سمت خیلی گفته پیشتر گذاشتیم و همه شهر و ناحیه‌ها و گروه‌های کاری تشکیل کرده شده و با آن سفربر کرده و مردم ماهیتی و این بیماری را فهمانده ایستادند تا اینکه مردم درک نماید که این بیماری چه بیماری است و با کدام راه ما پیشگیری نماییم و امروزها در تمام شهر و ناحیه‌ها کارهای بی‌ضررگردانی از طرف مرکزهای نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی، مرکزهای دزینفکسیا و اینچنین در شلاجه‌ها چون یک چهارراه گذرانده شده است. در جامعه از همه ساکنان دعوت به عمل آورده شد که در پیشگیری بیماری کرونا ویروس و دیگر بیماری‌های سرایتی از همه مهم و قلای و قاعده‌های بهداشتی شخصی و جمعیتی اعتبار جدی دهیم و همدیگر را احتیاط کنیم. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.